در خصوص انتقال تخفیف بیمه نامه شخص ثالث خودرو، اگر شما خودرویی رو که در مالکیت شما بوده و واگذار کردید، فروختید، بعد فروش این خودرو می توانید با مراجعه به قسمت استعلام شماره گذاری یا تعویض پلاک برگه‌ای به عنوان تاریخچه پلاک تحویل بگیرید و به نمایندگان بیمه تحویل بدید. مدت زمانی که خودرو در مالکیت شما بوده و تخفیفاتی که در آن مدت استفاده نشده و برای شما جمع‌آوری گردیده، می توانید همان تخفیفات را به خودرو جدیدی که خریداری کردید یا افراد درجه یک پدر، مادر، فرزندان و همسر اگر خودرویی گرفتن فقط برای یک بار انتقال دهید و این تخفیف بدین نوع در سالهای دیگر هم اگر همین خودرو را هم دوباره فروخته باشید می توانید به خودروی جدیدی که می خرید دوباره انتقال بدید و در مالکیت شما می باشد.